خوب هستیم بخیر صحتمند. وقتی که میخواین در فیوچرز بایننس ترید بکنیم، اول میاین به بخش مارکت. در بخش مارکت همینجا بعضی از ارزهای است که ما اینا رو در فیوریت خود ماندیم. شما یک ارز انتخاب میکنید، مثلا من ARK انتخاب میکنم. ARK انتخاب میکنید. اگر میخواین پوزیشن لانگ بگیرین بای میگیرین، اگر شارت میگیرین با سل میگیرین. مثلا من میبینم که فعلا این ارز در حالت بالا رفتن است، خود یک موج پایین بالا داره، میره بای میزنم. بای وقتی که زدم در این صفحه وارد میشیم. شما در دست چپ بالا ببینید یک کراس دارید. سر کراس که بزنید، یکی کراس است یکی ایزولیتد است. کراس که است یعنی تمام سرمایه شما در برگیرنده امی ترید شما می باشه، و ایزولیت که است تمام مقداری که شما ترید میکنید، مثلا $10 ترید میکنید، همون $10 در برگیرنده می باشه. باز خوبی کراسی است که مثال وقتی شما از کراس استفاده میکنید، همون لیکوید پرایس شما بسیار پایین میره دیگه. به این حساب کراس خوبتر است، کراس انتخاب میکنیم. باز دوم دیگه داریم لیوریج ما فعلا 20x است. 20x یعنی ریسکش بسیار زیاد است. من اینو میارم 5x یا 4x. این لیوریج که است یک ذره ریسکش کمتر است، 4x رو انتخاب میکنیم. خب دیگه فعلا شما دیگه چیز غرض نمیگیریم، فقط قیمت است. مثلا لیمیت است، ما شما میتونیم که قیمت مارکت هم بگیریم. باز قیمت مارکت که بگیریم بالاترین قیمت بر ما شما خرید میکنه. این ما شما لیمیت میگیریم، خود ما برش لیمیت میدیم، یعنی ده چند بخریم. مثلا ما این میخوایم که ده 4.1 رو یک آردر بتون که بخره. اینجا با پایین از پیش اماونت مقدارش هم میخواد که یعنی چقدر پول خودم من میخوایم بخرم. مثلا من میخوایم که 25% پول خودم بخرم. باز پایین میایم TP و SL داریم. اینجا اگر ما شما میخوایم که استاپ لاس و تیک پروفیت بر خود اضافه کنیم، یعنی در کجا ما اگر چقدر ضرر کنیم از بازار خارج شیم و چقدر فایده کنیم، یعنی فایده خود گرفته از بازار خارج شیم. سرزی گزینه TP و SL کلیک میکنیم. مثلا تیک پروفیت مش تیک پروفیت نمیتمش. استاپ لاس میایم برش قیمت میتم، میگم 0.4 که رسید، یعنی اگر اما قدر ضرر من بس است در قیمت اگر رسید من از بازار خارج کنم. اینجا میزنم بای لانگ کانفرم. فعلا ما در بخش آردر بیاین، از من فعلا در آردر است، درست است، در آردر است. هر وقتی که همین قیمت ما به 0.41 برسه از من خودش اتومات خرید میکنه. خب من اونجا متوجه نشدم، فعلا 0.413 بر من خرید کرد، درست است. باشین نگاهش هاید کن. 0.413 هاید کرد، خرید کرد. الان اگر شما میخواین که از اینجا آردر بتین که در چند خریده و فروخته شد، میاین در TPSL، درست است. در بخش پوزیشن میاین. الان اینجا در تیک پروفیت در گزینه اول شما میتونید براتون یک مقدار فایده تعیین بکنید. مثلا بگوین 0.45 که رسید برای ما بفروشش، میریم نکست. در استاپ لاس ما خو یک بار قیمت زدیم که 0.41 رسید از ما شما فروخته میشه. اینو میبینید 0.41 دن 0.41 ما شما 49 سنت ضرر میکنیم. اینو کانفرم میکنیم. کانفرم. اینجا میایم در بخش آردر. آل ببینیم یک آردر ما شما دادیم که لاست پرایس یعنی استاپ مارکت ما شما 0.41 است و تیک پروفیت ما شما 0.45.